نامه‌های فراوان فیل بریفه. در آلمان نامه‌های فراوانی رو از اداره‌ها و سازمان‌های مختلف مثل Ausländerbehörde، جاب سنتر، سوسیال آمت، مدارس یا کارفرماهامون دریافت میکنیم. به خاطر همین مهمه که صندوق پستیمون رو به طور منظم چک کنیم تا چیز مهمی رو از دست ندیم. وقتی نامه‌ای دستمون میرسه و ما از محتواش سر در نمیاریم، بهترین کار اینه که از دیگران کمک بگیریم. توی آلمان یک سری سازمان‌های هستن که در این زمینه کمک میکنن. اونا خیلی وقتا نامه رو برامون میخونن و بهمون میگن که توی اون نامه چی نوشته. حتی خیلیاشون جواب رو هم برامون آماده میکنن و میدن دستمون و فقط کافیه که ما اون نامه رو پست کنیم. سازمان‌های متعددی هستن که به طور خاص برای کمک به مهاجرا در نظر گرفته شدن. جاهایی مثل آو، دیاکونی یا کاریتاس این کار رو برای ما انجام میدن. برای اینکه بتونید این مراکز رو توی شهر خودتون پیدا کنید، فقط کافیه که توی اینترنت سرچ کنید. حالا بعضی وقتا هم ممکنه نخوایم از این مراکز و سازمان ها کمک بگیریم. توی این موارد میتونیم از دوستان یا آشنایانی کمک بگیریم که آلمانی بلد هستن. خیلی وقتا خودشون هم این پروسه رو طی کردن و تجربیاتی دارن و میدونن که چطور باید به بعضی از نامه ها جواب داد. منظم کردن نامه ها. به خاطر اینکه تعداد نامه‌ها در آلمان خیلی زیاده و ما خیلی وقتا برای پیگیری یک سری مسائل اداری به این نامه‌ها احتیاج داریم، بهتره که از همون اول نامه‌هامون رو مرتب کنیم و برای مرتب کردن نامه‌هامون زمان بذاریم. مثلا هر از چندگاهی یک آخر هفته چند ساعت زمان بذاریم و نامه‌هامون رو مرتب کنیم. مرتب کردن یعنی این که تک تک نامه ها رو باز کنیم، نگاه کنیم، ببینیم موضوعشون چیه یا از چه اداره اومدن و اونا رو بر اساس موضوع یا اداره‌ای که نامه رو از اون دریافت کردیم دسته‌بندی کنیم و با هم یه جا بذاریم. وسایل لازم برای مرتب سازی. برای اینکه بتونیم نامه ها رو درست مرتب و دسته‌بندی کنیم به یک سری وسایلی احتیاج داریم. مثلا به زومکن احتیاج داریم که بتونیم اونا رو دسته‌بندی کنیم، یا به تقسیم کننده های احتیاج داریم که بتونیم روی اونا بنویسیم که نامه از کجا اومده. همچنین وسایلی مثل منگنه یا سوراخ کن هم باید داشته باشیم که بتونیم این مرتب سازی رو درست انجام بدیم. در ضمن بهتره که همه این زومکن‌ها رو یک جا توی خونه نگهداری کنیم که وقتی به یک نامه یا یک مدرکی احتیاج داریم همشون یک جا باشن و ما بتونیم سریعتر اون کاغذ رو پیدا کنیم. خب همونطور که خودتون هم دیدید ما نامه‌های زیادی رو از جاهای مختلف دریافت می‌کنیم. مثلا یک سری نامه‌ها همیشه از جاب سنتر میاد، یا اگر شاغل باشیم فیشای حقوقیمون همیشه به شکل نامه میاد، یا یک سری صورت حسابا. حالا ما میتونیم با استفاده از این تقسیم کننده ها توی زومکن های متفاوت این دسته‌بندی رو انجام بدیم و مثلا نامه های کاری رو اینجا بذاریم و یک دسته دیگه داشته باشیم برای مثلا صورت حسابایی که دستمون میرسه و یا یک دسته دیگه برای نامه هایی که از Ausländerbehörde دستمون میرسه و همین جوری با استفاده از این تقسیم کننده ها نامه ها رو از هم جدا کنیم. از طرف دیگه اینم باید بدونیم که ما هر نامه‌ای رو لازم نیست نگهداری کنیم. ما میتونیم یک سری از نامه‌ها رو دور بریزیم، البته زمانی که مطمئن شدیم دیگه به اون نامه احتیاج نداریم. ولی به طور کلی و از لحاظ قانونی این رو باید بدونیم که نامه‌های مهم و مدارکی که از اداره‌های مختلف توی آلمان دستمون میرسه تا 10 سال اعتبار دارن. و در ضمن اسناد مهم مثل شناسنامه ها، گواهی نامه ها و چیزهای اینجوری رو خب باید دراز مدت نگه داریم و یک سری از این مدارک هم هستن که تاریخ اعتبار دارن، یعنی بعد از یک مدتی ما باید برای تمدید کردنشون اقدام کنیم. پس باید اون تاریخ تو ذهنمون باشه و به موقع برای تمدید کردن اون مدرک با اداره مربوطه تماس بگیریم.